سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما بسیار تشکر میکنم که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما کاملا متفاوت است از ویدیوهای گذشته. در ویدیوهای گذشته ما همیشه بر شما تشریح میکردم و ما در این ویدیو میخوایم که از شما تشریح داشته باشم. دوستای عزیز، ما امروز در این ویدیو یکی از انسترومنتال کراوکه را انتخاب کردیم که بالای از او کار میکنیم. در این ویدیو ما سر آهنگ رشاد فیروز کار میکنیم، سر راهت بسازم خانه عشق. دوستای عزیز، اولی که ما از امی کسی که دوست عزیز ما که ما کراوکه را انتخاب کردیم، یوتیوب کانالشون به نام افغان کراوکه است. ما از اینا بسیار زیاد تشکری میکنم و معذرت میخوایم از اینکه ما بدون اجازه از اینا این کراوکه زیاد استفاده میکنم و دلیلش هم است که ما برشان چند وقت پیش ایمیل کردیم و کامنت هم گذاشتیم در زیر ویدیو ولی جواب نگرفتیم. از اون خاطر ما ازشون معذرت میخوایم که بدون اجازهشون این ویدیو از اونا استفاده میکنم و ما میخوایم که شما این کراوکه را گوش کنین، ببینین و بعضی از سوالات که ما مطرح میکنیم او را همراه ما در جریان بانین. دوستای عزیز، ما تقریبا 8 ماه است که مصروف هستیم به یادگیری موسیقی و ما میخوایم که امروز خود یعنی چک کنیم، ببینیم که ما در کدام قسمت های موسیقی بلدیت حاصل کردیم، چی را میفهمیم، چی را کمتر میفهمیم، چی را هیچ نمیفهمیم، بالای چی چیزا ما باید زیادتر کار کنیم. و شما دوستای عزیز این کراوکه را شما ببینین، گوش کنین و سوالایی که ما مطرح میکنیم او را یعنی بپالین و هیچ مشکلی نداره. اگر که شما غلطی کردین و یا اگر نمیفهمیدین هیچ مشکلی نداره، شما فقط کوشش خود بکنین. امی که آدم کوشش میکنه، میخواد که خود رشد بده، در یک کار شروع میکنه، اینمی خودش کامیابی است. دوستای عزیز، شما به فکر از این نباشین که آله بگوین که ما نمیفهمیم غلط است، خب پس ما کامنت نمیگذاریم، میشه کامنت ما غلط باشه، هیچ مشکلی نیست. اینمی که شما جرأت میکنین کامنت میگذارین و جرأت میکنین که یک چیز نو یاد بگیرین، این خودش مثبت است، خودش کامیابی است، این خودش بسیار زیاد پوزیتیو است. دوستای عزیز، خواهش میکنم که حتما خود چک کنین و حتما کوشش کنین که سوالای مرا جواب بدین. دوستای بسیار نازنین، به زیر ویدیو شما از طریق کامنت میتونین که امی سوالا را جواب بدین. در سوال اول مایی است که شما ببینین، آهنگ گوش کنین و پیدا کنین که آهنگ از کدام اسکیل جوش شده. ما اسکیل های متفاوت دیدیم، مثلا اسکیل یا راگ نامش بگیرین. مثلا ما راگ بهروی دیدیم، راگ یمن دیدیم، راگ بوپالی دیدیم یا فریجین اسکیل دیدیم. شما از این چیزا شما یکش انتخاب کنین، ببینین که این کدام اسکیل و یا راگ است. سوال دوم این است که کی آهنگ پیدا کنین، یعنی از کدام نوت شروع شده، کی آهنگ چی است. مثلا سی است، سی شارپ است، ای شارپ است، جی است، چی است، دیس و یا ای است، چی است. خود کی آهنگ چی است، این پیدا کنین. سوال سومی است که دوستای عزیز ببینین که کدام ریتم در آهنگ استفاده شده. اگر شما مشکل داشتین، مثلا اگر تمپوش زیادتر بود، شما میتونین که ویدیو تمپوش کم کنین. مال نشان میتونیم که چه قسم تمپوی آهنگ می سرعتش کم کنین که به آسانی شما بشنوین. همین ماتره های تبله را شما بشنوین و حساب کنین، همراه انگشتایتان ببینین که کدام ریتم است. سوال آخری ما این است که شما ببینین که آهنگ آستایش و انتریش از کدام ماتره شروع شده. دوستای عزیز، چند سوالی است که بسیار کلیدی است، بسیار زیاد مهم است. دوستای عزیز، ما میخوایم که خود تست کنیم. کل ما هم شاگرد هستم، ما هم میپالم، شما هم بپالین، ببینیم که ما
چی پیدا کرده میتونیم. و ما در قسمت دوم از این ویدیو باز ما نظرهای خودم میگم، یعنی در ویدیو ما تهیه میکنم و میگم که به نظر من ای آهنگ، همین 4 سوالی که ما کردم، ما جوابای از میره ما خودم نظر خودم میتونم. شما در زیر ویدیو نظر شما را خود بگوین و جوابای خود بر ما در میان بگذارین. ما باز در ویدیو آینده نظر خود در خدمت شما ارائه میکنم. دوستای عزیز، میریم و حالا روی به سایت میریم و آهنگ میبینیم که ما زیادتر معلومات پیدا کنیم. دوستای عزیز، آهنگ از رشاد فیروز است و شما میبینید که یوتیوب چینل افغان کراوکه ای را آماده کرده و ما در اینجا اگر دیدیم که تمپوش زیاد بود، در این قسمت ما تمپوی آهنگ کم میکنیم. دوستای عزیز، ما در این قسمت ویدیو میریم اینجا و ما تمپوی زیر کم میکنیم. حال نرمال است، مثلا ما میریم اینقدر کمش میکنیم و این کمک میکنه ما را که ما با آسانی ماتره ها را بشنویم و یا اگر برای کسی این انوزم تمپوش تیز بود، میتونه که دوم سرعتش کم کنه. میبینید دوستای عزیز که ما چقدر ماتره ها را به شکل آسان میشنویم، یعنی تمپو بسیار آهسته شده. و اگر کسی فکر میکرد که برش تیز است، تمپو باز دوم کمترش کنه. ما فکر میکنیم که دی سرعت بسیار کم است، این بهتر است. اینه میرخمی دوستای عزیز، تمپو را کم و زیاد میکنین و ریتم متوجه میباشین و همچنان میلودی را و تکست که خودش نوشته میشه تکست ارث میکنین دوستای عزیز و میخوانین و جوابای سوال شما میتونین که ارائه کنین. دوستای عزیز، شما میتونین که حتی صدای خود ثبت کنین، بخوانین، صدای خود ثبت کنین و بر من روان کنین. دوستای عزیز، ما به این شکل میتونین که بسیار زیاد چیزا را یاد بگیریم، یعنی ما خود چک میکنیم و ما از خود با خبر میشیم، میفهمیم که ما در کجا مشکل داریم و در کجا چیز را فهمیدیم. دوستای عزیز، این بود موضوع ویدیو کوتاه امروز ما. امیدوار هستم که یک کار جالب بوده باشه بر شما دوستای عزیز. برای من که بسیار جالب است که ما هم خود چک میکنم و هم دوستای ما را کل ما یکی دیگه خود چک میکنیم و میبینیم که ما چقدر یاد گرفتیم و کجا زیادتر باید از کار کنیم. دوستای عزیز، قسمت دوم از این ویدیو ارتباط داره بر شما. هر وقتی که من جوابای شما را دریافت کردم، مطمئن شدم که همه دوستای ما که میخواین حصه بگیرن در این اکتیویتی، ما وقتی که ما مطمئن شدیم بعد از اون قسمت دوم ویدیو رو به خدمت شما تهیه میکنیم. تا ویدیوی دیگه شما نازنینا را به خدا میسپارم. پدرود دوستای عزیز.